چطورین؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. به چنل یوتیوب من خوش اومدید. خب بچه ها، اومدم که راجبه یه موضوع خیلی مهم که فکر کنم دیگه همتون الان از این موضوع با خبر شدی صحبت کنم باهاتون. اول از این که از کجا من مطلع شدم از این خبر بهتون بگم که همجور تو اکسپلور یوتیوب داشتم همجور چرخ می‌زدم، ویدیوها داشتم نگاه می‌کردم، یکی از ویدیوهای محمد حسنی که دیدم تامنیلش نوشته بود که درآمد فارسی زبانای یوتیوبرها داره 70-80% کاهش پیدا میکنه. گفتم چی میگی؟ امکان نداره. 100% الان ویوش اومده پایین، میخواد از این طرف مثلا فالوور و سابسکرایبر جذب کنه که مثلا دوباره همه چی رو به روال چنل خودش پیش بره. بنده خدا رو وسط حالا قضاوتم کرد، حالا کاری نداره. بعدش دیدم همچین چیزیه، حتی حقیقتش باز هم نکردم و ویدیوشو بازم به محض اینکه اون بحث زیرشو خوندم دیگه باز نکردم، گفتم که این داره دروغ میگه. فهمیدم که دیگه بله، مثل اینکه قضیه واقعا دیگه الان داره بیخدار میشه دیگه. واقعا نمیدونم چی باید بگم. واقعا خیلی از این قضیه دیگه شورش داره در اومده میشه که حتی ماهایی که داریم از این راه نون هم در بیاریم داره نونمون کامل بریده میشه. بچه دقت کنید، گفتن 70-80% قرار کاهش پیدا بکنه. خب نگفتن که کلا قرار صفر بشه، وقت بشه، ولی 70-80% هیچ فرقی با صفر نمیکنه ها. مثلا فکرشو بکنید، 20 تومن درآمد یه یوتیوبره، از این 20 تومن 18 تومنش قراره کسر بشه، قراره نادیده بشه. خب این وسط زحمتی که اون یوتیوبر قراره در بیاره، زحمتی که قراره بکشه، اون پس چی میشه؟ همش به باد فنا میره دیگه، فقط به خاطر اینکه به جرم ایرانی بودنمون الان اینجوری باید تاوان پس بدیم. یعنی تاوان ایرانی بودنمون دیگه به خود نقطه یوتیوب هم رسیده دیگه. بعد میدونید دلیل این که این اتفاق افتاده چیه؟ به خاطر اینکه یوتیوب الان خیلی دقیق تر داره محاسبه میکنه، محاسبه میکنه، مصاحبه خیلی الان دقیق تر و پیشرفته تر شده روی نسبت به هر کدوم از این چنل ها، داره محاسبه و آنالیزشو خیلی دقیق تر پیش میبره. به خاطر همین الان ما گیر افتادیم. اونم قضیه چیه؟ واسه اینکه ایران چون تحریمه. بچه‌ها من قبل اینکه توضیح بدم اینو بهتون بگم، من چون سرما خوردم صدا اینجوری گرفته، گلومم یه کوچولو درد میکنه، ولی با اینکه درد میکنه واسه سرتون خواستم این ویدیو رو بگیرم و واسه بیام با تو صحبت کنم که بگم که من هم از این قضیه باخبرم، ولی دست کوتاه و هیچ کاری نمیتونم بکنم. خلاصه داشتم میگفتم به خاطر اینکه یوتیوب اومده تشخیص داده که ایران هیچ ارزش و منفعتی برای خود یوتیوب نداره، اومده چیکار کرده؟ گفته که دیگه خب من به این ایرانی‌ها هیچ درآمدی ندم دیگه، هیچ درآمدی که یعنی از اون 100% درآمدی که میتونستم مثلا بهشون خوب بدم دیگه الان کمش میکنم، خاطر اینکه منفعتی نداری براش. یکی از منفعتاش چیه؟ مثلا شما این ویدیو رو برای باز کردید، خب یا مثلا ویدیوهای قبلی برای هر کدومشون رو که باز کردید یه تبلیغات یا چیزی براتون میاد دیگه، درسته؟ یه 7-8 ثانیه باید اون تبلیغات رو ببینید، بعدش مثلا ویدیوهای باز براتون پخش میشه. این تبلیغات همون تبلیغات یوتیوب است، همونیه که برای کسی که الگوریتم یوتیوب اینو داره پخش میکنه توی کانال ما، توی مثلا ویدیوهای ما، خب به خاطر اینی که به خودش سوده برگرده پخش میکنه، نه واسه ما. یعنی چی؟ یعنی که مثلا این تبلیغات، خب بچه‌ها یه چیزی که میدونید دیگه، مثلا ما باید چیکار کنیم اگه مثلا ما حساب جدا داشتیم، مثلا خارجی داشتیم یا مثلا خارجی بودیم تحریم نبودیم، میتونستیم از اون تبلیغات استفاده کنیم و کلیک کنیم روش و بریم خرید انجام بدیم، محصولاتشون رو خریداری کنیم. ولی حالا به خاطر اینکه ما الان تحریم هستیم توی ایران، متاسفانه الان این وسط ما دیگه سوخت میدیم دیگه، یعنی تر و خشک این وسط با هم سوخته میشه. به خاطر همین
چون منفعتی براشون نداشتیم و نداریم، واسه همین اومده درآمد ما رو 70-80% کاهش داده. یعنی الان 90% یوتیوبرها این قضیه الان دیگه 100% شده. منم الان داشبورد یوتیوبم رفتم قسمت درآمد چک کردم، متاسفانه مثل این که به من هم رسیده این اتفاق لعنتی. شطوری که جلو در همه خونه‌های یوتیوبر الان وای میسته دیگه، الان جلو در ما وایساد، منم الان قشنگ کیفشو خوردم. بله آره دیگه، قضیه اینطوریه. متاسفانه تقاس ایرانی بودنمونو باید از طریق این یوتیوب لعنتی هم پس بدیم. بعد بچه ها حالا خیلی هم مثلا گفتن که با فیلتر شکن قوی بری درست میشه، اینجوری نیستش و فلان بسار، ولی راجع به این موضوع بهتون توضیح بدم که اصلا اینجوری نیستا. یعنی شما مثلا بخواید با یه آی پی خیلی قوی و خیلی پرسرعت هم بخواید برید فعالیت بکنید، باز هم تشخیص میده دیگه. الان با الگوریتم یوتیوب طرفید دیگه، مثلا با اینستاگرام، با مثلا فیسبوک، توییتر اینا نیست دیگه. یوتیوب خیلی قویه. الان آی پیش دقیق مشخص میکنه که تو برای ایرانی، حتی اگه کشورتو بزنی مثلا ترکیه، حتی اگه بزنی آمریکا، مثلا اروپا، آنتالیا، فلان، بیشتر از این مسخره بازی، هر جا بزنی در میاره برات. جای بعدی گذاشتم. ما که دیگه الان از دست دادیم همه چیزو، حداقل یه آبلیمو بزنیم فشارمون نیفته بمیریم. آبلیمو هم ترشه، خواهی بخورید فشارمون بیاد بالا، بدن میره پایین. خاک برسا شدیم رفت، خاک برسا شدیم رفت، خاک برسا شدیم رفت، خاک برسا شدیم رفت. جا بدتر از همین چیه؟ درآمد یوتیوبرای فارسی زبون یکی مثل من که خیلی مثلا پایین بود، یا مثلا امثال من الان این واسه همون پولم دیگه نمیگیریم. میبینید؟ خیلی واسه خیته. مثلا یوتیوبرهایی مثل نیما تکیدو، تیا و میو کروش، اونها درآمدشون نصف میشه، مثلا اونجا 100% حداقل 200 میلیون در میارن دیگه. اونا مثلا 200 تومنشون الان تازه شده مثلا 100 تومن. ما چی کارایی کرده بودیم، تو به این تحریم بخوایم پول در بیاریم جمع کنیم واسه آینده‌مون. اینم از آینده‌مون، الگوریتم یوتیوب آینده‌مون هم قشنگ تعطیل کرد. دارم خفه میشم. به خاطر این قضیه با یه شوکی به خودم میدادم که بفهمم خوابم یا بیدار، ولی بیدارم، مثل که بیدارم. تو این موقعیت الان اینه که دارم خوب میکنم. چرا من آماده شدم که بخوام برم به خودم برسم.
بالا این خبری که بیشتر از این حالمون خراب کرد. حداقل بخوایم بریم آرایشگاه یکم به ناخونامون برسیم، حالمون رو خوب کنیم. خب دیگه بزن بریم. 3 hours later. بچه ها اشتباهی اومدم باشگاه مردونه. آبروش رفت. وای پشمام خیلی بد شد. 2 طبقه اشتباه رفتن. آبروم رفت. خیلی حس بدی بود واقعا. بنده خدا خودشونم خجالت کشیده بودن. خب خدا رو شکر بالاخره تموم شد. از از پرحاشیه ترین و تاریکی ترین ناخون دنیا گذر کردیم. خدا رو شکر. خدا رو شکر من هنوز زندم. مرسی عزیزم. از سخت‌ترین چیز گذشتی دیگه، پس یعنی از همه چیز میتونی بگذری. واقعا وقتی از پس گذروندن همچین ناخون با همچین فرنچ حساسی برآمدم حتما باش بهت. ناخونای عزیزم خیلی دوستشون دارم. نگاه کنی چقدر خوشگلن. متشکرم عسل جون. قربونت برم، شب مبارکت باشه. مرسی عزیزم. بالاخره رسیدیم به خانه و تونستیم با درست کردن داخلمون حالمون خوب کنیم. طبقه 3